این مرد میتونه 3 تا از آرزوهات رو برآورده کنه، اما باید خیلی مراقب چیزی که آرزو می‌کردی می‌بودی. حدود 48 سال پیش در شرق نیوجرسی جن معروف به اسم پوفینگتون کنار اسکله بساطی داشت. قدش فقط حدود 152 سانتی متر بود. اون آخر اسکله یه غرفه داشت و در ازای $99 برای هر نفر 3 آرزو برآورده می‌کرد. اولش مردم فقط برای شوخی و سرگرمی سراغش میرفتن، اما کم کم آرزوهای شرورانه تری مطرح شد و به طرز عجیبی بعضی از اونها واقعا به حقیقت پیوستن. وقتی مردم به قدرتش پی بردن، شهرتش به سرعت همه جا پیچید و آدم‌ها از سر کشور برای استفاده از خدماتش به اونجا میومدن. حدود 47 سال پیش اعضای مافیا مدام با درخواست‌های ویژه سراغ پوفینگتون میومدن، تا اینکه یه روز یکی از رؤسای رقیب مافیا پیدا شد، یا بهتر بگم چیزی که ازش باقی مونده بود پیدا شد. بعد از اون اتفاق پلیس به شدت وارد ماجرا شد و پوفینگتون رو زیر نظر گرفت. تحقیقات بعدی نشون داد اون با بیشتر از 50 جرم سنگین ارتباط داشته. بعد از 2 هفته مدارک کافی برای دستگیرش جمع شد. عصر یکی از روزها پلیس غرفه اون رو محاصره کرد. درست وقتی که مامورها برای دستگیری جلو رفتن، چند نفر از مردم صحنه رو فیلمبرداری کردند و از همون لحظه دیگه هیچ کس پوفینگتون رو ندید.